الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سخنان زیبای مهمان گرامی همه‌مان جناب مولانا گورگیج حفظه الله تعالی استفاده کردید و در فرصت باقی مانده خدمت شما مطالب مختصری را عرض می کنم و الله تعالی همه ما را انسان آفریده است و از احسانات الله که ما شکر خدا بر ما واجب است، بر ما ضروری است. یکی از این موارد شکر که بسیار برجسته و پررنگ در زندگی هست اینه که الله ما را انسان آفریده و انسان نزد الله تعالی بهترین مخلوق و همه انسان ها ما مسلمان و دیندار و غیر متدین و دیندار همه اذعان دارند و اتفاق دارند که انسان اشرف المخلوقات و بهترین موجوده و آنقدر الله تعالی برای انسان اینجا آمادگی کرده که برای مخلوقات دیگر اینقدر آمادگی نشده و این تمام زمین کره خاکی آب و دریا و کوه و جنگل و طبیعت را همه الله تعالی در اختیار بشر گذاشته، در اختیار انسانها گذاشته است. بر وفق مراد انسان الله اینها را تنظیم کرده. از ماه و خورشید و ستاره ها گرفته تا بره به آسمانها، الله آسمانها را هم برای منافع انسان آفریده. و سوره مبارکه جاثیه آیه صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فرمایا الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منه. و تصریح میکنه که مسخر ساخته است جمیع آنچه که در آسمانهای و زمین، میگیم آسمانها و جمیع آنچه که در آسمانه و زمین و جمیع آنچه که در زمینه، اینا را همه الله مسخر ساخته برای کام انسان، برای اینکه اینها به کام انسان، به اهداف انسان این حرکت کنند و به انسان نفع برسانند و منافع انسان ها را تامین بکنند. کل طبیعت و تمام این نظام در خدمت بشر قرار گرفته است و بشر برای آن اینقدر عزیزه و اینقدر گرامیه که بشر انسانیت داشته باشه. فطرتی را که الله در بشر قرار داده است، الله میخواهد انسان
در مسیر فطرت حرکت کنه. قرآن نازل شده، پیامبران نازل شدن. برای چه پیامبران آمدن؟ قرآن برای چه آمده؟ تا فطرت انسان بیدار کنه. انسان تو بر مسیر تو را الله دارای فطرت کرده در سرشت تو. الله تعالی در نهاد تو فطرت‌های سالم، فطرت‌های خوب، اخلاق‌های زیبا و با ارزش را، اعتقادات با ارزش، عمل کرده با ارزش، این فطرتان در تو گذاشته. ای انسان، این قرآن آمده، قرآن عظیم و شان تمہارا یاد بده که ای انسان تو دارای چه فطرت هستی. اقوام اینجا که قرآن آمده که به راه اقوام راهنمایی بکنه، عیناً همین آیات در سوره مبارکه غالباً رومه و در آنجا الله تعالی می فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اقوام و قیم بالاخره هر دو به معنی مستقیما، به معنی راستن. ماشاءالله اینجا یک دو نفر از اساتید بیشتر اما اساتید تفسیرن و بالاخره این قرآن آمده تا چیز جدید در قرآن نیست. قرآن آمده تا فطرت را بیدار کنه، بخوانه بر گوش انسان که ای انسان تو دارای چه فطرت های هستی. تو آمدی برای انسانیت آمدی. اگر در تو انسانیت نباشه، انسان از انسه و بالاخره در انسان باید انس وجود داشته باشه. یعنی همه انسان ها وقتی انسانی را میبینند، دیگر را میبینند، احساس انس کنند که ما آدمی دیدیم، مردمی را دیدیم. و لحاظا این انس اگر در انسان نباشه و در انسان فطرت در انسان نباشه، انسان درد نمیخوره. انسان برای خدا فرستی آمده و در فطرت انسان توحیده و در فطرت انسان خدا فرستیه، حق فرستیه. و بالاخره قرآن آمده تا بگه که انبیا آمدن که آی انسان ها شما و مسیرتون که همون مسیری که الله برای شما گذاشته، این در وجود شما موجوده، این استعداد و او خدا فرستی و حق فرستیه. شما ببینید وقتی انسان، حتی او انسانایی که خدا را قبول نمی کنند، خدا را باور ندارند یا از خدا غافلند، وقتی که مصیبتی بر سرشون می آید او فطرت تلنگر میزنه، جرقه میزنه که خدا را صدا بکنه یا الله بگه. گورباچوف وقتی که شوروی یه سابق به فروپاشی رسید و اقتصاد به تباهی رسید، جواب نداد. گورباچوف گفت که بالاخره ما کارایمون کردیم، تلاشمون انجام دادیم و دیگه باقی با الله تعالی هست. اینا کمونیستن، البته علیه مسیحیان، خدا را قبول دارن، ولی این حرف از یک جامعه که جامعه کمونیستی هست و بگه که ما کارایمون انجام دادیم ولی بالاخره بقیه کار دست پروردگاری، از دست ما چیزی ساخته نمیشه مزید بیان. و خود آقای پوتین هم بالاخره همین حرف از مدتی قبل در رابطه با همین مسئله اقتصاد، چون اقتصاد اونجا مشکل داشته و الان اینکه جنگ شده اونجا مزید شده مشکلاتشون. و به هر حال این بشر
یک روز میاد گیر می هر جا که گیر بکنه یا الله یا الله. او هذه روایتی هست که کسی بر قرآن اعتراض میکرد، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گفتن که این شبهاتش را که رفع کردن تا این شبهاتش رفع نمیشه، گوش میره بگیرید به سرش بزنید که این مشکل سر داره. بالاخره او برای چه حضرت عمر فرمود؟ الان این استنباطی که من عرض میکنم، او گفت که این بزنی به سرش تا درست فکر کنه، تا فطرتی که در او سری او موجود او را از دست داده برگرده به او، فطرت خوابیده برگرده. و عزیزان من، اخلاق زیبا مال انسانه. اگر در فطرت شماست، این الله برای شما پیدا کرده. حیوان آقا یکی که در رندگی داشته باشه، رحم داشته نباشه، بگه فلانی حیوانه، بلا تشبیه و بدتری حیوان هم تشبیه میدن و بگه که سگی فلانی. و یعنی انسان نیست، یعنی همه قبول دارن این مسئله فطریه که انسان باید داره اونس باشه، داره جای حرمت باشه، خودش محترم باشه، برای دیگران حرمت قائل باشه. و لحاظا اینها جزء اخلاق انسانان، فطرت انسانان. اگر در انسان ها رحم نباشه انسان نیست، در رنده. اگر انسان ها عفو داشته نباشه و گذشت نباشه انسان نیست. انسان اونی که در اون گذشت موجوده، این فطرت انسانه. به همین فطرت الله انسان درست کرده. انسان اگر خدا را باور داشته نباشه، انسان اگر وحدانیت خدا را باور داشته نباشه، یعنی این از حد انسانیت تجاوز کرده. او حد انسانیت بر توحید، خدا فرستی، خدا شناسی، با خدا بودنه، با خدا زندگی کردنه. و این در فطرتهای انسانان. و تمام دین از اول تا آخر بر مسیر فطرت حرکت میکنه. قرآن به مسیر فطرت حرکت میکنه و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیره آن حضرت مسیر فطرت هست. اینا میگه انسان، تو انسانی، انسانیت داشته باش، تو اخلاق داشته باش. اخلاق چرا اینقدر مهمه؟ مهم شده است که فرمودن که روز قیامت، حدیث صحیح بخاری است، که هیچ عمل به اندازه اخلاق نیک وزن نداره. بالاترین وزن از تمام اعمال انسان مال اخلاق. اخلاق مهمه در انسانها. مهربانی، ترحم، همسایه‌داری، صله رحمی، خویشاوندی، قرابت، آقا سخاوت، سیاست، همه اینها در مسیر فطرتن. اینها در سای فطرتن. و انسان وعظ و نصیحت منظورش اینه که باید مسیر فطرت یاد بده که انسان تو دارای چه فطرتی است، تو به هر حال چگونه خلق کرده الله تعالی تو را و چه چیزایی در تو گذاشته است، چرا اون مسیر ویل کردید. و همین الله تعالی می فرماید که قرآن آمده تا شما را به راه درست و راه مستقیم، راه که راست و راه که به مقصد شما را زود میرسانه، پیچ و خم نداره، شما را راهنمایی بکنه. چه کار کنه؟ درسهای فطرت را به تو بده، یاد بده که خدا در تو چه گذاشته است و تو باید چه کارهایی را انجام بدی تا در مسیر اصلی خود برگردی و اون صلاحیت ها
و استعدادها را تو در خود به زنده نگه دار و از اونها حفاظت کن. انسان یکی از فطرتش حیایه، یکی از فطرتش حیاست و فرمودن ایمان دارای 70 شعبه. حدیث مسلم، حدیث بخاری، ایمان دارای 60 خورده شعبه. همه این شعبه های ایمان که یکیش فرمودن مهم حیاست، والحیاء شعبة من الایمان. این 70 خورده شعبه تمام مسیر و فطرتی که الله فطر الناس علیها، فطرت الله التي فطر الناس علیها. بعد میگه لا تبدیل لخلق الله، اینا را کسی نمیتونه تبدیل بده. اینها سر این فطرت غبار می نشینه، دود می نشینه و اینها زیر خاک و غبار می روند. اما هر زمانه که بخواه انسان بخواه بیدار بشه، او را بیدار بکنن. امید هست که از داخل این غبارها و خاکسترها آتش فطرت روشن بشه و شعله‌ور بشود و روشنی بدهد، مگر اینکه دل انسان مهر بخوره و مهر جباریت بخورد و دیگه استعداد او را و شایستگی او را الله سلب بکنه و از او بگیره که او نتوانه تکان بخوره. و الا همه انسانهای دنیا دارای فطرت واحدن، دارای خلقت واحدن و انسانیت هست. اگر امروز انسان به انسانیت برگرده، اگر مسلمان به انسانیت برگرده، اگر ما به انسانیت برگردیم و بر مسیر فطرت سالم که مسیر قرآن عظیم الشأن، مسیر انبیاء و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اگر ما برگردیم عزیزان، دیگه دنیا گلستان میشه، اینجا دنیا بهشت میشه. چرا که همه انسان ها برای تو مهربان میشن، همه به شما ترحم میکنن، همه به شما نفع میرسانند. و منظور بنده از این جمله آنه که من و شما باید به اخلاق اسلامی برگردیم که اخلاق اسلامی فطرت من و شماست که الله تعالی گذاشتد. به اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم برگردیم. کان خلقه القرآن، و از اخلاق حضرت آن بود که تمام قرآن عمل میکرد و قرآن برای آن حضرت و احکام و تمام تعلیم قرآن به منزل اخلاق بود، یعنی لازمه زندگیان حضرت بود، یعنی لازمه اخلاقیان حضرت بود و حضرت پایبند این مسائل بود. روی این اخلاق مهم عزیزان من و مسیر دین مهمه. نماز، روزه، زکات، این احکام بخش بزرگشون اخلاقیان و اعتقاد و همه اینها ضروریان که مسیر فطرت ما هن. گم شده ما حدیث چرا آمده؟ حدیث آمده که کلمه حکمت زاله حکیمه، کلمه حکمت کلمه دانش. این گم شده حکیمه برای آن که در انسان حکمت گذاشته شده است و اونی که فطرتش را از دست نداده، لحاظا او حکیمه و کلمه را او استقبال میکنه از کلمه حکمت، مگر کسی که از مسیر فطرت خارج شده و لحاظا تن گوش به کلمه حکمت ندهد. حیاتی و مهمه
که امروز جامعه اسلامی خودش را جمع بکنه، مسلمانان خودشون را جمع بکنن، برای آن که امروز من و شما میبینیم که مسلمانان در دنیا با ناکامی روبرو هستند. مسلمانان با بنبست مواجهند. مسلمان امروز در دنیا نقش بازی نمیکنه. توی در میان بازیگران دنیا، این همه بازیگران دنیا مسلمان در نظر نمیگیرند. و یک روزی بود که مسلمانان نقش حیاتی در دنیا داشتند و اولین بازیگر به قول امروزی ها، با اصطلاحات امروزی، بالاترین بازیگر که نقشش پررنگ بود مسلمان بودن. مسلمان حرف اول توی دنیا میتوانست بزنه، ولی امروز مسلمان حرف دهم و بیشتر هم نمیتوانه بزنه، برای آن که مسلمان او سرمایه خودش را از دست داده. واضح خیال کنن که شاید اگر ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم، بمب اتم بسازیم، موشک‌های با کلاهک هسته‌ای درست بکنیم، ما قدرت پیدا میکنیم، ما عزت پیدا میکنیم. شاید این تصور بکنند که اگر ما تولید انبوه موشک‌ها و بمب‌ها و سلاح‌ها داشته باشیم، ما توی دنیا ارزش پیدا میکنیم که دنیا را بترسونیم که ما دارای قدرتیم. این نظر اشتباهی است. شما اگر به اخلاق مسلمان برگرده، به اعتقاد درست برگرده، به دینش برگرده، مسلمان بشه، مسلمان در مسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم قرار بگیره، مسلمان عزتش را توی دنیا میابه. مسلمان او زمان میتونه او جایگاه اصلیش برسه. اگر انسانیت به مسلمان هم برگرده، اگر اخلاق به ما برگرده، اگر عمل کرده صحیح به ما برگردد، اگر ایمان و اعتقاد درست به ما برگردد، اگر خدا به ما برگرده و اگر ما با خدا باشیم، همه دنیا مال ماست، همه دنیا مال ماست. شوروی سابق همه این اتم ها را داشت، 4000 بم اتمی، کلاهک اتمی داشت و بالاخره به فروپاشی رسید، متلاشی شد و این سلاح هسته‌ای در اختیارش بود. این قدرت یکی از قدرت مهم دنیا، قدرت اول دنیا بود یک زمانه. و لحظا این عرض حضور شما که معلوم میشه که سلاح نیست، سرمایه و دارایی هم نیست که ما بگیم اگر ما دارای سرمایه کلان بشیم ما توی دنیا عزت میابیم. نه، عزت و ذلت فقط و فقط با خداست، با اسباب نیست. فرعون دارای همه امکانات بود و حضرت موسی دارای یک عصای بود و چیزی نبود. اما ببینید که حضرت موسی را چگونه الله پیروز کرد و فرعون پوزش به خاک مالیده شد و ابو جهل و ابو لهب ها که آن حضرت را به هیچی حساب نمی کردن و به مسلمانان به هیچی و اهانت می کردن و توهین می کردن، کجا رفتن اونها؟ معلوم میشه که قدرت اینا اسباب داشتن، اما عزیزان من این از مسیر انسانیت خارج بودن، از مسیر فطرت خارج بودن. بر حکومت هاست که بر حکومت های اسلامی هست، بر همه ملت مسلمانه، بر همه مردم سیستان و بلوچستانه،
برای همه مردم ایران زمینه که همه ها راه نجات برای دنیا، راه برون رفت برای دنیا آنه که ما بازگردیم به اصل خویش. هر کسی از اصل خود شد دور و ماند، روزگاری و بجوید وصل خویش. ما از اصلمون دور شدیم، از تعلیم دور شدیم، تعلیمی که رحمت للعالمین آوردن، تعلیمی که محمد امین آوردن، امروز توی جامعه من کم میبینیم. انسانیت امروز در جامعه کمه. انسان هست، انسانیت کمه، انسانیت ضربه خورده، اخلاق ضربه خورده، دیانت ضربه خورده، ایمان ضربه خورده و عمل کرد ضربه خورده است. اگر ما درست کنیم و انسان را بسازیم، خودمون را بسازیم، انسان ساخته بشه، به جز با قرآن انسان ساخته نمیشه، به جز با سیره مصطفی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساختن انسان امکان پذیر نیست. انسانیت بر نمیگرده و اگر ما اینا را بسازیم، او زمان است که سروران گرامی توی دنیا عزت پیدا می-کنیم، توی دنیا احترام پیدا می-کنیم، نزد خدا دارای حرمت می-شویم و نزد فرشتگان دارای احترام می-شویم. و این حیاتیه که امروز ما بالاخره این همه گناه ها، این همه مشکلات ها که الان است، از بالا به هر حال غبار میریزه سر زمین و در این کشور ما و هم بالا قهره و هم از زمین با مشکلات مواجهیم و از همه جانب در محاصره قرار گرفتیم. حرف ما را هم کسی قبول نمیکنه و گوش نمیکنه و ملت شاکیه که حرف ما شنیده نمیشه، فریاد ما را نمیشنوند. و به هر حال این مشکلاتی که توی جامعه هست، راه حلش برگشت به الله، راه حلش برگشت به قرآن عظیم و شأن، این کتاب زیبا و بی‌نظیر خدای. انشالله حقوق انسان میخوای رعایت بشود، حقوق انسان و با این دین الله تعالی با مسیر فطرت شما به یک حقوق انسان نه 100 حقوق انسان میرسید که انسانیت برگرده به انسان ها، در رندگی از انسان ها بره و قتل رخ نده، گروگانگیری رخ نده، شکنجه توی بازداشتگاه ها نباشه و به هر حال کشتن مردم نباشه، هیچ کس آدم نکشند. ما معتقدیم که نه انسان مردم کشن، نه قانون آدمی را بکشه، ولی قصاص حق شرعیه. ولی معتقدیم که به هر حال با اعدام هایی که غیر از قصاصند و اینها برای اسلام ضرر دارن، برای کشور ضرر دارن و ما توی حرفمون صادقیم و خیرخواهیم و دلسوزیم و مغرض نیستیم. معتقدیم که قتل انسان متوقف بشه، گروگانگیری انسان، گروه کشی این متوقف بشه، جنگای فامیلی متوقف بشه، جنگای مذهبی متوقف بشه، درگیری های خانوادگی متوقف بشه. همه انسان اینها برخلاف انسانیتن، برخلاف تعلیم صحیح اسلامن، برخلاف تعلیم صحیح حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و لهذا بیایید اخلاق زنده کنیم و بیایید او
و اخلاق صحابه کرام که شاگردان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اهل بیت اعظام که هم شاگردانند هم فرزندان آن حضرتان، اخلاق اونها کارا منش و رفتار اونها را بیاییم با ببینیم که با مردم چگونه رفتار کردن، با چگونه به هر حال عمل کردشون چگونه بود، اونها را در زندگیمون زنده بکنیم و تا من و شما مشکلاتمون را الله تعالی حل بکنه و گرفتاری ها رفع بشود. و انتظارمون همینه که همه ما به هر حال برگردیم به سوی الله و رجوع الی الله داشته باشیم و در جستجوی سیره آن حضرت، اخلاق آن حضرت بیفتیم و مشتاق باشیم و شیفته آن حضرت بشیم، شیفته این تعلیم زیبا بشویم و الله تعالی همه مشکلات من را حل میکنه. پایبندی نماز، پابندی پرداخت زکات و در این ایامی که در کشور من سختی و مشکلات است، همه باید به فقرا کمک کنند، انسان ها به یکدیگه برسند. و گاهی من میگم که شما به هیچ کسی نگاه نکنید که دارای چه لباسه، دارای چه عقیده و دارای چه قومیته و دارای چه زبانه. همه انسانن و شما انسانیتتون را به همه نشان بدید و حرمت بگذارید، مهمان نوازی بکنید، احترام قائل باشید. این تعلیم خلیل خدا و رحمت الله تعالی محمد امین صلی الله علیه وسلم، این تعلیم قرآن که می فرماید ما به انسان کرامت دادیم و قولوا للناس حسنا، برای همه انسان ها الله می فرماید که شما حرف نیک بزنید، حرف خوب بزنید، بد کلام نباشید، حرف تند نزنید و چهره برای همه باز باشه. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تمام زندگیشون در حالت تبسم بود، تبسم، لبخند و چهره منبسط و باز. و دشمنان همان حضرت چهره باز نشان دادن. و الله تعالی من و شما را توفیق عمل عنایت کنه. و امروز بالاخره در ضمن اینکه نماز جمعه هست، مراسم جمعه و عزیزان ما اعطای جوایز دارند از حفاظ و از فارغ التحصیلان و از فاضلات، خواهران فاضل احتمالاً در این مراسم خودشون. الله ببینن که قبل از نماز این برنامه، بعد از نماز این برنامه است. بله خواهران فاضل هم دارن، میگه که قبل از نماز دارن، من قبل نماز دارم بهتر انت میهنون اگر تا دایی کنه.